میدونستی آدمی که بلا تکلیفه خیلی خطرناکتر از کسیه که مستقیم بهت میگه تو رو نمیخواد؟ چون ذهن ما بلا تکلیفی رو دوست نداره و زمانی که یک نفر رفتار و هدفش واضح نیست، مغز ما به حالت جستجو و انتظار میره. یعنی شما دائما دنبال یک معنا میگردی که آیا دوستم داره یا نداره، آیا میخواد بمونه یا نمیخواد بمونه، چرا یک روز سرده و یه روز دیگه گرم برخورد میکنه و همین باعث میشه که ذهن شما به شدت درگیر بشه. از طرفی مغز شما به پاداش‌های نامنظم شرطی میشه. یعنی وقتی شما گاهی توجه میگیری و گاهی توجه نمیگیری، وابستگیت خیلی بیشتر از زمانی هستش که اصلا توجهی از اون شخص نگیری. یعنی وقتی شما ندونی که اون شخص تو رو میخواد یا نه، یه جور اعتیاد نسبت به رفتارهای اون شخص و اون آدم پیدا میکنی. در نهایت شما تو این رابطه ها مدام در حال تلاش بیش از اندازه هستی، چون فکر میکنی که مقصر هستی. یعنی مدام بیشتر توجه میکنی و بیشتر محبت میکنی تا اون شخص تو رو انتخاب بکنه و همین باعث درگیری ذهنی بیش از اندازه شما میشه. راهکارش هم اینه که اول از همه با اون شخص یک بار و برای همیشه مستقیم و جدی صحبت بکنی و بعد از اون هم یک بار شفاف و مستقیم با خودت صحبت بکنی. یعنی یه سوال مهم رو از خودت بپرس: آیا این رابطه داره به من آرامش میده یا داره ذهنم رو نابود میکنه؟ جواب این سوال خیلی چیزا رو به تو نشون میده و کمکت میکنه که بهتر تصمیم بگیری.